راغبان و هواداران گوشتنی جدای تاجیکستان میرویم با رقابت ها در وزن جمع 100 کیلو. وزن های سنگین. اینجا پهلوان یک تک سفید پوشیده ناحیه رودکی المرادوف است. ابراهیم را با لقب آن نام میشناسند مردم. اصلا این پهلوان در وزن جمع 100 کیلو بر مقابل عبدالجبار سفرف کشتین میگیرد. من بارها ابراهیم المرادوف را گشتینش را دیدیم، اما عبدالجبار سفرف باشد پهلوانی نه اونقدر آشنا است برای مردم تاجیک، اما این گشتین است. وقتی که وزن جمع 100 کیلو شد، این معنای آن را دارد که هر پهلوانی که از 100 لااقل اگر گرم بالاتر باشد پس در وزن جمع 100 کیلو میگیرد و حتی هست پهلوانانی که حدود 120 130 کیلو وزن دارد. مثلا ابراهیم المرادوف از روی وزن از رقیب بلندتر است، اما این وزن جمع 100 کیلو است. ابراهیم المرادوف گشتنگیر جوان است که اگر با این قد و قامت با این وزن آینده گشتنی خوب گیرد، پس آینده درخشان را انتظار است. جمع 100 کیلو نبردها شروع گشتند. پهلوانان قد بلنده که بزرگ جثه هستند، آنها میتوانند که هر لحظه سوء استفاده از همون قوه خیش، همون قد بلند خیش، دستان دراز با همون جثه بزرگ رقیب را زمین بیارن. حالت استحکامی بسیار خوب است. شدای سیوم خانسا که مکه اکنون در وزن جمع 100 کیلو حالا پهلوانان جمع 100 کیلو یا 100 بالا گشتین میگیرند. در وزن جمع 100 کیلو جفت نوبتی قطبیدینوف بر مقابل خورسان مراد علیف گشتین میگیرند. قطبیدین پهلوان کلوب ورزشی لنگلیف ولایت سوخت است. خورسان مراد علیف باشد پهلوان در ناحیه زیبا منظر ورزاب تمرین میکند. او هم مربی است هم خود ورزشکار است. قطبیدین پهلوان پرجوسه، قوی جوسه، پهلوان قد بلند، پهلوانی که در یک جایگه با کامران شاهی اوستاپریان تمرین میکند. در کلوب اوستاپریان و داوطلب خوب است برای به دست آوردن مقام های افتخاری. هم قطبیدین هم خورسان مراد علیف. خورسان مراد علیف پهلوان ناحیه ورزاب در گشتن سامبو مشق ورزی کرده است. در گشتن ملی تاجیکی در مسابقه های منطقوی جایزه را به دست آورده است. من جمله در مسابقه هایی که در ناحیه ورزاب میشود در وزنین او برآمد میکند و دائما در این مسابقه ها موفق میشد. اما قطبیدینوف
پهلوان جوان است نسبت به خرسند مرادعلیف. قد بلند دارد، دستان دراز دارد، اما میبینیم چی میشود. بدین از منطقه زرد میبراید. اوه، دومین شدت تهدید برای پهلوان سفید پوشیده است. نه، قوه قطب‌الدین برای پهلو افتادن خرسند مراد علیف نرسید. حالا علیف طریق گریبان رقیب را بخواهد باقی کند. علیف پهلوان شجاع است. اوه، علیف نزدیک برای اوه، حالتی از منطقه زرد می براید. نه می شود. علیف نزدیک آورد. خرسند مراد علیف نزدیک آورد برای غالبیت. این پهلوان نوحیه ورزاب مکتب گوشتینی جودای نورسان رو در این دهه پیش میبرد. ما نبرد او را با محمد شریف نجمیدینف یا به قول دیگر با همون خیرس در گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری دیده بودیم در نوحیه ورزاب. مبارزه بیان این پهلوانان سنگین وزن ادامه دارد. این بار نوبتی است که رقیب را از مرکزی میدان میبراید. شدای سیوم تهدید بحر باخت خانساک محکی میشود. اگر این نوبت برای قطب‌الدینف نشان دهند. گالدونسکو بله، خانساک محکی قطب‌الدین و خرسند مراد علیف اکنون به دور منبعده می رود.
اکنون برمیگردیم دوستان عزیز به نبرد پهلوانان وزن جمع 100 کیلو. ابراهیم المرادوف پهلوان قد بلند بر مقابل سنگین وزن خویش نیکروس نیکبختزاده است از کلوب ورزشی لنگلیفت. پهلوانان قد بلند یا سنگین وزن بیشتر از ولایت سوخت هستند. مخصوصا نیکروس یکی از پهلوان بسیار هم قوی محسوب می شود. حالا این پهلوانان سنگین وزن میان هم مبارزه دارند در وزن جمع 100 کیلو. کدامی از این جفت موفق می شود؟ در اینجا اکنون ابراهیم المرادوف کنار می رود، سرکشی می کند از چنگال رقیب. این معنای شیدا را دارد. برای رقیبی و نیکروس هم شیدا می دهند. نیکبختزاده حالا برای نیکروس هم قلایتر بود، ولی بار دویم است که غیر قاعده می دارد و این داشتن های غیر قاعده شیدای نوبتی رو برای آورد. حالا مطیع نشده است، از این خاطر آنها گوشتین میگیرند. ابراهیم المرادوف برای ابراهیم المرادوف ممکن بود پهلو افتادن رقیب، خب نرسید.
اکنون کار در گلدن سکو ادامه می‌یابد. حکومت نیکروز ابراهیم المرادov را کمی حرساند. در گلدن سکو آنها با شروع شوق شروع دارند. این سیوم شده برای نیکروز خانسا که مکه است. ابراهیم برآمد. حالا اکنون جفت جدید با میدان برآمدند. دوستان عزیز با پیراهن سفید گوشتین میگیرد بشیر فخرالدین بر مقابل رقیبش دولتجان نظریف پهلوان از برادر یکی از پهلوانان سنگین وزن کشور شریف جان نظریف. این پهلوانان نیز در وزن جمعی 100 کیلو به میدان برآمدند، هرچند که از روی قد و قامت با پهلوانان دیگر نسبت به پهلوانان حریفشون قد پستر هستند، ولی وزن سنگینی آنها برای گوشتن گرفتن در این کاتگوریا بسیار هم قلای است. اینجا داور به هر دوی آنها اولین شیدا را نشان بدهد برای کم فعال بودن. اصلا میان پهلوانان سنگین وزن کم حالت های پرتوف می شود. بشیر هجوم میکند. دولتجان باشد کنار می رود. پشت پای رقیب در اینجا مانع گذاشت و بشیر توانست که غالبیت را پیش از مهلت به دست آورد. آفرین، بسیار عالی کار کرد بشیر فخرالدین. بشیر فخرالدین مقابل دولتجان بسیار امتیاز بلند را صاحب شد. و غالب برآمد. حالت تکرار را میبینیم. بسیار عاقلانه کار کرد بشیر. اول حرکت دولتجان بود و دولتجان کمی فارغ بال شد و رقیب را از این حال فرصت استفاده برده به پشت برد.
محمدرضا قربانزاده است که کنار سفید با یک تگ سفید گشتین میگیرد بر مقابل طاهرов طالب جان از کنار سفید است و قربانزاده محمدرضا باشد با یک تگ کبود گشتین دارد. این جفت کم آشنا برای مخلصان گشتین جدا است. شاید نوبت‌های دیگر این پهلوانان برای به دست آوردن امتیاز خوبتر و قلایتر باشد. هجومی پای در پای از جانب قربانزاده محمدرضا است بر مقابل رقیب. حالا این سنگین وزن ها مبارزه دارند میان همدیگر و در اینجا بسیار هم حالت خوب امکانیت خوب تر است برای قربانزاده محمدرضا. امکان دارد که رقیب را پهلو افزاند. حرکت های او را دیده داور شدای اول را برای طاهرов نشان داده است. طالب جان طاهرов دویمین شده برای او و شدای سیوم تهدید بهر خنسا که محکم شود. برای قربانزاده نه شده بلکه برای رقیبی او دو شده است. این نوبت هم خانسا که مکه. دوستان عزیز اکنون گزارش ما ادامه می‌یابد. همکسب ما ساربان سیف از نبردهای وزن جمعی 100 کیلو برای شما شرح می‌دهد. خیر. بار دیگر روز بخیر میگویم با شما دوستان عزیز. آن نفرانی که رقابت‌های قهرمانی تاجیکستان را طول 2 روز است که پیگیری میکنید. خوب سنگین وزن ها همکنون رقابت را در مرحله دوم ادامه میدهند و همکنون آدینایف محمد جداگوی سفید به بر کرده است که روی گله میآید و حریفی او مامیدوف شیرزاد از دسته خطلون یک تا بکنون روی گلیم نیامده است و بعد از منتظر شدن 30 ثانیه غالبیت در صورت نیامدن حریف با آدینایف داده خواهد شد.
алишер мустақимов منتظر است داور مرکز همینطور دوستان عزیز بدون رقابت به مرحله دیگر می رود اودینایف تیمور رحیموف سنگین وزن رقم یک جهان برای ما و شما نمایش داده می شود. همکنون شریف جان نظریف هم یکی از پهلوانان شناخته ما، عبدالله سعید خوجایف نماینده گشتین ملی تاجیکستان، خورشید عبیداللهیف نمایندگان گشتین ملی. خوب همینطور غالبیت چون گفتیم با اودینایف داده شد. در وزن جمعی 100 کیلوگرم در مجموع داوطلبان خیلی کم بودند. 18 نفر برای عنوان قهرمانی مبارزه بردند که در این میان اکثریت آنها به میدان نبرآمدند. همکنون با ایستگی نفران دیگر روی گلیم میآیند. فیضعلی یخشیبایوف از دسته شهر دوشنبه و سهراب جان مهدیو از شهر نوی توبه مرکز. سهراب در گشتین ملی خوب درخشیده است، مخلصان زیاد هم دارد. از شهر وحدت است و اکنون سهراب لباسهای سفید به بر کرده است. فیضعلی یخشیبایوف باشد جداگی کبود در وزن جمعی 100 کیلوگرم هم اکنون رقابت را آغاز میکنند. الشیر مستقیم فشار میکند که با ادای احترام هر دو پهلوان به مرکز گلیم بیایند. خب از گریبان میدارد فیضعلی یخشیبایوف پایزنی های او. یک بار دیگر حرکت های هر دو هم اکنون در آغاز رقابت برای کسب امتیاز، اما پایزنی فیضعلی یخشیبایوف با آن آورده رساند که به حریف آسیب رساند. 3 مرتبه پای هم پایزنی کرد. ما همین گونه روش گوشتینگیری فیضعلی یخشیبایوف را در گشتین ملی هم بر مقابل ددخان قربان علیف دیده بودیم که چگونه پایزنی های اگر گویم بی مورد و بی منطق میکرد که بالاخره از میدان خارج کرده شد. ببینیم با جای گوشتین گرفتن او با قول کاراته میکنه، اما سهراب محمدیف هنر خوب هم دارد. در رشته گوشتین جدا، گوشتین ملی پیوسته در قهرمانی تاجیکستان سهراب شرکت میکند، اما در مسابقه های بیرون از کشور ما را کم میبینیم. رقابت باز داشته می شود. شاید اینجا داور برای مجازات کردن. بله، کمفعالی واقعا هم در هر دو پهلوان مشاهده می شد و محض همین کمفعالی با آن آورده رساند که پهلوانان مجازات شوند. وزنهای 90 81 و 90 کیلوگرم خیلی دیدنی و پر احساس و با طبع دل مخلصان دایر شدند، اما در وزن 100 و جمعی 100 چندان رقابت ها پر شدت و خوب جریان نمیگیرند. فیضعلی یخشیبایوف بار دیگر شیدا گرفت. و هم اکنون حرکتهایش کمی دیگرگون هم شد، اما بدون نتیجه. ببینیم باز همان پایزنی های بی منطق و بی مورد که از زانو بالا
پایزنی کرد یخشیبویف و این با خانسوک مک آورده رسانید. از میدان خارج کرده شد فیضل یخشیبویف. و مانند چون گفتیم همان بر مقابل ددخان قربانلی هم در مسابقه گشتین ملی بخشیده بر روز وحدت ملی همین گونه پایزنی های بی منطق داشت که از میدان خارج کرده شد. و این نوبت هم من نمیفهمم چرا این گونه رفتار میکند. مدام که گشتینگیری بر اومده روی گلیم بر اومده مردانوار رقابت کن گشتینگیر و برای کسب زینه‌های افتخاری مبارزه بر. خوب با مانند چون گفتیم روز گذشته امروز مخلصان هم خیلی زیاد هستند. سابقه داران، سابق پهلوانان، عموما نفرانی که گشتین را دوست می‌دارند، توجه دارند در این آزمایش‌ها شرکت دارند. خوب سلیمان شایف از دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان، شاهروز و احمدوف حاتم از شهر دوشنبه باید روی گلیم بیایند، اما حریف احمدوف حاتم سلیمان شایف با میدان وارد نشد و حاتم احمدوف توانست بدون رقابت رای خود را به مرحله دیگر ببرد. اکنون منصور رحمان قهرمان فعلی تاجیکستان، یعنی در سال 2022 منصور رحمان قهرمان گردیده بود در وزن تا 100 کیلوگرم با لباس های سفید و حریف او باشد یوسف زاده احمد جان از دسته ختلان 2 با هم اندر میدان میشوند. و این حرکت احمد جان یوسف زاده بود و مکنون ضد حمله قرار گرفت. منصور رحمان میتواند که او را در حالت استحکام نگاه دارد، ولی نه، از این حالت به خوبی خود را احمد جان یوسف زاده برآورده توانست و او امکان دارد که حالت کار در زمین را استفاده برد. خیلی آغاز رقابت هر دو این پهلوان واقعا هم دیدنی صورت گرفت. نماینده دسته ختلان 2 هم واقعا هم هنر ارزنده نشان داد همین حالا. و اینجا حرکت منصور رحمان با امتیاز وزری آورده رسانید. منصور رحمان هم همکنون هنرش را در مسابقه های سطح جهانی، سطح بین المللی نشان داده ایستاده است و داور مرکز میخواهد این قضاوت کرده خود را یک بار بسنجد تا قرار برآوردهش تا کجا، وزری بود یا ایپان، نه عموما وزری تفتیش کرده می شود که بود یا نه. همین پرتاف که از جانب منصور رحمان بود. منصور رحمان در گرانپری پرتغالیا کشور ما را نمایندگی کرد ولی نتوانست که موفق شود. خب وزری نیست اشاره میکند داور. منصور رحمان چون گفتیم سال 2022 در وزن تا 100 کیلوگرم قهرمان گردیده بود و مکنون امسال در وزن جمع 100 کیلوگرم هنر و مهارت خود را نشان داده ایستاده است. البته یک مسابقه سطح بین المللی با
همین وزن جمعی 100 کیلوگرم شرکت کرد. تاکنون رقابت از جانب هر دو پهلوان خوب جریان گرفته ایستاده است. هر دو هم تلاش میکنند برای پرتاب کردن، اما گمانم اینجا تجربه منصور رحمان خوبتر است. حرکت های منصور رحمان از پس گریبان حریف خیلی خوب داشته است و امکان پرتاب کردن را هم پیدا کرد، ولی درست و سر وقتی استفاده کردن نتوانست. پایزنی ها پیدا کردن موقع مناسب، ولی نه. برای برآمدن از روی گلیم مجازات شد. پهلوانی خیلیت کبود داشته و منصور رحمان رای خود را به دور دیگر هموار کرد. همکنون دوستان عزیز مرحله دیگر شروع می شود. ولادیمیر الچانینوف، استاد ساپیروف برای ما و شما نشان داده می شوند. خوب، همکنون مرحله دوم همانو ادامه دارد. امید کمالوف جداگی سفید به بر کرده است و حریف او باشد خورسند مراد علیف جداگی کبود. خورسند مراد علیف از ناحیه ورزاب است و امروز اکنون بر مقابل امید کمالوف که یک جداکار خیلی سنگین وزن بزرگ جثه است هنرنمایی میکند و خیلی عجیب است که چگونه میتواند بر مقابل این حریف بزرگ جثه‌اش هنرنمایی کند. خورسند مراد البته ما هنر و مهارت او را بیشتر در گشتین‌های ملی مشاهده کرده ایم. برای امید کمالوف موقعیت خیلی مساعد است، چرا که اگر یک حالت خوب را استفاده کند میتواند که پرتافت دلخواه خود را به انجام رساند. اما برای خورسند مراد علیف پرتافت کردن خیلی دشوار خواهد شد. امید کمالوف مجازات شد. برای نفرانی که در وزن جمعی 100 کیلوگرم هنرنمایی میکنند، اگر با چنین بزرگ جثه ها رو برو شوند، بجز آنها رو مجبور ساختن اشتباه کردن، گمانم دیگر پرتاب کردن امر محال است. تنها با همون شیده های پای هم می شود که حریفان را شکست داد. امید
умед камолов солиёни зиёд аст ки дар мусобиқаҳои дохилӣ ҳунарнамоӣ мекунад. муҷозот мешавад, бори дуюм огоҳӣ мегирад паҳлавони хиллати сафеддошта. ҳаракатҳои ҳарду ҳам барои таслим кардани якдигар хуб аст, аммо токунун натиҷа нест. чун қаблан гуфтем, хурсадмурод алиев ба ҷуз оне ки умед камоловро маҷбур насозад ки иштибоҳ накунад ё шидо нагирад, ӯ наметавонад ки бар муқобили умед камолов партов кунад. бо ин вазне ки шояд 130-140 вазн бошад, наметавонад ки ҳарифро партов кунад. ва довар ишора мекунад ки умед камолов ҷудогии худро ба тартиб дарорад ва баъдан рақобат идома хоҳад кард. идома меёбад рақобати ҳарду ин паҳлавон, ҳарду ин ҷудокор дар вазни ҷамъи 100 килограмм. ин охирин рақобати марҳилаи дуюм аст дар зергурӯҳи ди ки ҳарду ин паҳлавон набард карда истоданд. ҳаракатҳои хурсандмурод алиев хубтар аст, беҳтар аст нисбат ба ҳариф. ӯ зиёд талош мекунад ки имтиёзи лозимаро ба даст биёрад, аммо умед камолов бо ҳамон ҳаракатҳои оҳистае ки дорад барои партов кардан ҳаракат намекунад. вай сари зону нишаста мехост партов кунад хурсандмурод алиев, аммо ин вазни гаронро мушкил аст партов кардан. ба ҳар ҳол хурсандмурод ҳунараш шоиста аст. бале, ҳамон пешгӯҳи мо дӯстони азиз дуруст баромад. инҷо танҳо ҳаракатҳои хурсандмурод алиев маҷбур сохт ки умед камолов бори сеюм шидо бигирад ва аз майдон хориҷ карда шавад. хурсандмурод бошад роҳи худро ба марҳилаи дигар бурд. ҳамакунун дӯстони азиз мегузарем ба даври дигар, ҷое ки иброҳим элмуродов ва башири фахриддин ҳунарнамоӣ мекунанд. иброҳим элмуродов бо тахаллуси оно дар марҳилаи чаҳорякниҳои ҳамакнун бар муқобили башири фахриддин ҳунарнамоӣ мекунад. башири фахриддин дар экранҳои мову шумост бо ҷудогии кабуд ва иброҳим элмуродов бо либосҳои сафед аст. даври аввал озод буд намояндаи шаҳри душанбе башир ва даври дуюм давлатҷон назаривро шикаст дод. иброҳим элмуродов рақобатро аз марҳилаи аввал шурӯъ кард. пойзанӣ ҳаракат аз ҷиҳати сину сол башир нисбат ба элмурод тафовути хеле зиёд дорад. элмурод ҳанӯз ҷавон аст,
камфаолӣ ба ҳарду инҷо довари марказшӣ додод. акнун ҳарду муҷозот шуданд. боз ҳамин навбат ба хотири монеагӣ кардан ба ҳуҷумҳои иброҳим элмуродов. бори дуюм башири фахриддин муҷозот мешавад. инҷо як ҳаракати иброҳим элмуродов буд. иброҳим элмуродов ҳам аз мусобиқаҳои беруна натиҷаҳои назаррас ҳам дорад. хусусан ҳамон хуб яй ҳолати хуб буд барои иброҳим, аммо партов кардан натавонист. дар ҷоми кушоди осиё дар Тошкент буд, агар иштибоҳ накунем, дар марҳилаи финал шикаст хӯрда буд. нишони нуқраро ба даст овард ва ҳолати асаи комӣ барои иброҳим элмуродов ба миён омад ва ӯ акнун метавонад ки ҳарифро инҷо нигоҳ дорад ва имтиёзи заруриро ба даст орад. аллакай як вазаре ҳаст барои иброҳим элмуродов ва 10 сонияи дигар метавонад ҳарифро аз боз дорад, вале натавонист. ба ҳар ҳол ин амалкарди иброҳим элмуродов имтиёзи вазареро барояш овард. ва зидди ҳамла қарор гирифт башири фахриддин ва иброҳим элмуродов роҳи худро ба даври ниманиҳоӣ бурд. کنون راهی ابراهیم المرادوف برای فینال باز آسان تر شد. خب مرحله چهار یک نهایی همکنون باز شروع می شود. خب همینطور قربانزاده محمد رضا از شهر نهایی توبه مرکز لباسهای سفید به بر کرده است و محمد اودینایف از شهر دوشنبه جداگی کبود. هر دو هم برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی همکنون تلاش میکنند، جایی که ابراهیم المرادوف یک ورزشکار جوان و با تجربه این جفت را انتظار است. اکنون از پس گریبان میخواهد اودینایف روش را دیگر میکند. از کمربند داشتن خیلی خطرناک است، اما اینجا از روی گلیم برآمد قربانزاده و به همین خاطر مجازات می شود. شیدو می گیرد. حرکت ها سر زانو نشسته میخواست پرتاف کند، اما زیدی حمله را قربانزاده خیلی خوب به کار برد. با احتمال زیاد اینجا امتیاز هم نزدیک بود به دست آوردن. زیدی حمله را درست و سر وقتی استفاده کرد. همکنون حرکت این گونه حرکت کردن نادرست مجازات برای اودینایف. محمد اودینایف در مرحله اول آزاد بود، دور دوم شهرزاد
маҳмидовро шикаст дод ва ба ин марҳила омад. ҳарифи ӯ низ дар марҳилаи аввал озод буд. Тоиҷон Тоевро шикаст дод ва роҳи худро ба ин давр ҳанвор сохт. ойой, бо ҳамин равише ки Расул Боқиёв дар бозиҳои олимпӣ дурахшиш карда буд, паҳлавони Украинаро таслим карда буд, Одинаев мехост бо ҳамин равиш истифода кунад. Расул Боқиёв ҳам ба ҳайси меҳмони фахрӣ дар ҳамин толор нишастааст ва назорат мекунад касбият ва ҳунари бачаҳои моро. акунун ҳаракатҳо боз дигартар хоҳад шуд. Одинаев инҷо мехост партов кунад, вале дарҳол Қурбонзода ташаббусро бардошт гирифт ва партов кард. инҷо ҳамон партофте ки аз ҷониби Қурбонзода буд, довари марказ мехоҳад як бор тафтиш кунад ки чӣ қароре барояд, шояд имтиёзи вазаре бошад. партов аз марказ иҷро шуд. ана ҳамин ҳолат як бори дигар мебинем. на, инҷо вазари нест. инҷо вазари нест аниқ. акунун ҳаракат боз аз ҷониби Одинаев. талошҳо ва ин гуна усуле ки қаблан ҳам истифода бурд барояш кор надод ва ин навбат ҳам ба кор бурданӣ ҳаст. дақиқаи охирон ҳам шурӯъ мешавад ва то кунун имтиёзи лозима ба ҷуз ҳамон ду муҷозате ки ҳарду доранд ба қайд гирифта нашудааст. чӣ қазоват мекунад инҷо довари марказ камфаъолӣ ба Қурбонзода барои гӯштин нагирифтан. барои гӯштин нагирифтан инҷо муҷозот мешавад бори дуюм. аз қисмати пушт доштан барои Қурбонзода хеле мувофиқ буд, аммо ин шакли нодуруст доштан барои Одинаев муҷозот шуд. ба ҳарду муҷозот дод инҷо шидо дод довар ва имтиёзи агар гӯем роҳ ёфт ба даври дигар. ана ҳамин паҳлавоне ки дар экранҳои мову шумо аст, Одинаев. муҳаммад Одинаев акнун бо Иброҳим Элмуродов нерӯ месанҷад.
متخصص از ژاپن دعوت شده است. خب همینطور سهراب محمدیف با لباس‌های سفید از شهر نوی تا به مرکز با حریفش حاتم احمدوف از دسته دوشنبه اندر میدان شدند. اکنون میبینیم که هنر این دو پهلوان تا کجا شایسته تحسین و قابل قبول است. سهراب بر مقابل فیضعلی یخشیبایف چندان هنر خوب نداشت، اما از جهت اشتباه‌های پای هم یخشیبایف از میدان خارج کرده شد و سهراب به این مرحله آمد. حاتم احمدوف هم در مرحله اول آزاد بود. دور دوم حریفش از ولایت مختار کوهستانی بدخشان روی گلیم نبرآمد و به مرحله چهار یک نهایی راه یافت. خیلی امکانیت خوب است برای او و اولین شده احمدوف شیدو میگیرد. سهراب جان محمدیف چون بالاتر گفتیم در شهر وحدت با ویا رسیده است، آنجا تمرین میکند. زیر راهبری شاقولوف شیدو از بین برداشته شد، گرفته شد و باز پس گردانیده می شود. احمدوف هم اکنون از جهت شیدو قفا می ماند از حریف. اکنون میخواهد در زمین فعالتر باشد احمدوف، ولی بر مقابل سهراب برای او دشوار می شود در زمین کار کردن. От имени руководства Федерации дзюдо Таджикистана за заслуги, за труд награждается заслуженный тренер России, который подготовил Расула Мухиева. Он шел вперед, нес свою ленту. Ильчининов Владимир Николаевич. Это памятные подарки. دوستان عزیز، یک چیز را باید یادآور شویم که ولادیمیر یلچنینوف عین حال از جانب فدراسیون جودوی تاجیکستان با یک مکافات‌های ارزنده قدرشناسی گردید که همین کف‌کوبایی که شما اگر میشنوید به خاطر یلچنینوف است و با عرض سپاس تمام هیئت مربیان و نمایندگان فدراسیون به یلچنینوف او را مکافاتانیدند. خب رقابت ادامه می‌یابد. اما نتیجه حاصل نشده است. حالا یک جفت مرحله نیمه‌نهایی معلوم شد. ابراهیم المرادوف و اودینایف، محمد اودینایف و اکنون از این دو نفر یکی به مرحله نیمه‌نهایی راه خود را هموار میکند. آن همان نفری است که هنر شایسته است و به این مسابقات تیاری خوب دیده است. بار دوم مجازات شده از احمدوف و همکنون از میدان خارج کرده می شود با 3 شیدای پیهم و سهراب محمدیف باشد به مرحله
نیمه نهایی راه خود را هموار میکند. همین طور یک رقابت دیگر در مرحله 4 یک نهایی باقی مانده است و برای ما و شما اکنون یلچنینوف با کامرانشاه اوستوپیریان نشان داده می شود و البته سهم یلچنینوف در تربیه کامرانشاه هست. خوب، منصور رحمان با جودوگی سفید با خورسند مراد علیف هنرنمایی خواهند کرد برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی. خورسند مراد علیف توانست امید کمالوف را که از خودش خیلی وزن گران داشت پشت سر کند و اکنون میبینیم که بر مقابل منصور رحمان چگونه هنری ارزنده خود را نشان میدهد. البته که منصور رحمان اینجا از جهت مهارت کسبیت خیلی خوب است و خورسند مراد اینجا سر زانو نشسته پرتاب میکند. خورسند مراد علیف چون گفتیم در گشتین‌های ملی خیلی درخشش خوب داشت و اینجا سر زانو نشسته پرتاب کرد که برایش امتیاز آورد نشد. اما منصور رحمان جوان است ولی تجربه خوب هم دارد. الکی نماینده وزن جمعی 100 کیلوگرم تاجیکستان در مسابقه‌های سطح بین المللی است منصور رحمان. در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2022 مسابقه بین المللی موفق شد، قهرمان گردید و اینجا به خاطر برآمدن از روی گلیم به خورسند مراد علیف داور شیدا داد و اینجا حرکت های خورسند مراد خیلی خوب است، اما اینجا در حالتی استحکام قرار میگیرد که دیگر مشکل است برای خورسند مراد رها یافتن از این حالت و منصور رحمان اگر گوییم که به مرحله نیمه نهایی رفت اشتباهی نیست. خوب، همین طور چون گفتیم تجربه مسابقه های بین المللی به منصور رحمان کمک کرد و منصور رحمان هم اکنون در مرحله نیمه نهایی با سهراب محمدیف نیروسنجی خواهند کرد. با احتمال زیاد منصور رحمان و ابراهیم المرادوف در فینال با هم وا میخورند. این البته یک پیشگویی است، شاید همین گونه هم شود. در آخری تسلامبخش و قدم دعوت کرده باشد بشیری قربانزاده. این هم همون حالت جذابه که این پهلوانان برای ما و شما به نمایش گذاشتن. انا همین حالتی که خورسند مراد میخواست از جای برخیزد ولی منصور رحمان با او اجازه نداد. همکنون واقعه های تسلا بخش در وزن جمعی 100 کیلوگرم شروع می شود. قربانزاده محمد رضا از شهر نوحیه توبه مرکز لباس کبود به بر کرده است و حریفش بشیر فخردین از دسته دوشنبه جودوگی سفید با عرض احترام به هم دیگر رقابت را شروع میکنند. دقیقه های اول دقیقه های آموختن همدیگر، پیدا کردن حالت های موافق
با اینجا داور رقابت رو باز داشت. مشاهده برای کمفعالی هر دو رو شیدو میدهد. چون بالاتر هم گفتیم با جز یک دو رقابت وزن جمعی 100 کیلوگرم در این وزن اصلا رقابت های جالب و دیدنی کمتر بودند. اما در وزن 81 90 رقابت ها خیلی خوب و پرشدید جریان گرفتند. 1 دقیقه با هم 2 دقیقه نقطه‌اش با هم نرسانجی کردند. 1 دقیقه و تا کنون امتیاز نیست و برای برآمدن از روی گلیم خورمانزاده اینجا مجازات دویم را گرفت. از کمربند خیلی مستحکم داشته از قربانزاده ولی امکان پرتاب کردن را پیدا نکرد. خوب همین طور با 3 شیدو قربانزاده خارج کرده می شود و بشیر فخرالدین رای خود را برای نشان برنجی هم اکنون ادامه می دهد. خوب بعد از 3 دقیقه دوستان عزیز به عرصه رقابت برمیگردیم. خب شروع میکنیم دوستان عزیز ادامه شرح و توضیح سنگین وزن ها را و اینجا مرحله تسلح بخش وزن جمعی 100 کیلوگرم خورسند مراد علیف جداگی کبود با بر کرده است و حریفی او باشد حاتم احمدوف جداگی سفید. هر دو اکنون برای برآمدن به جایی که آنجا بشیر فخرالدین این جفت را انتظار است برای نشان برنجی مبارزه خواهند برد بعد از این رقابت. البته غالب این جفت میتواند برای نشان برنجی مبارزه برد. خورسند مراد علیف رقابتش خوب بود امروز اما بر مقابل منصور رحمانی با تجربه ایستادگی کردن نتوانست. خورسند مراد علیف در ناحیه ورزا به وی رسیده است و اینجا شیدو با احمدوف همکنون این البته برای خورسند مراد علیف خیلی خوب هم هست. از کمربند داشته است احمدوف اما اینجا داور رقابت را باز می‌دارد. مشاهده کاری او باز چیزی را پی برد. انا همین گونه نادرست داشتن بار دوم احمدوف مجازات می شود. شیدو گرفت و اکنون کار برای خورسند مراد علیف باز آسان تر خواهد شد.
خورسندمراد علیف اشاره میکند که از انگشتانش کمیلت برداشته است، اما او میتواند که رقابت را ادامه دهد. حریف علاقه دو شدت دارد، باید با احتیاط باشد. بشیر فخرالدین چون گفتیم از دسته دوشنبه غالب این جفت را انتظار است، اما رقابت یا هنر بشیر نسبت به خورسندمراد علیف قریب که برابر هستند. اگر گویم خطا نخواهد شد، اما نسبت به احمدوف خوبتر گوشین میگیرند هر دو. و اینجا بار سیوم شیدو گرفت حاتم احمدوف و خورسندمراد علیف باشد برای نشانی برنجی با بشیر فخرالدین مبارزه میبرد. میرویم به مرحله نیمه نهایی، جایی که ابراهیم المرادوف و محمد اودینایوف نیرو میسنجند. این رقابت هم یکی از رقابت های جالب و دیدنی خواهد بود. همه چیز آماده است، مخلصان هم برای استقبال و کفکوبی آماده هستند. داور هر دو را به مرکز دعوت میکند و رقابت شروع خواهد شد. خب همین طور اودینایف، محمد اودینایف لباس های کبود به بر کرده است. ابراهیم المرادوف با تخلص آن جداگی سفید. تجربه و هنر ابراهیم المرادوف خوب است و میبینیم که اودینایف چگونه روش را بر مقابل این پهلوان جوان کشور استفاده میکند. ابراهیم المرادوف هم در مسابقه های سطح بیرون علاقه تجربه دارد، هنرنمایی کرده است. ولی ما بارها مشاهده کردیم که صاحب تجربه ها چگونه شکست میخورند. ابراهیم کوشش میکند که یک حالت موافق را پیدا کند، برای او پرتاب کردن آسان‌تر خواهد شد، اما اودینایف خود را در حال به زمین میپرتاید و نمیگذارد که حریف اجرای اصول کند. برابر با خوب ناخوش شده اودینایف اینجا، چون گفتیم از حمله رقیب گریخ مجازات شد. برابر با این رقابت در وزن تا 100 کیلوگرم هم رقابت ادامه دارد که آنجا با یک پرتافت خیلی زیبا اسرائیل رحیموف حریف را تسلیم کرد و اون قرصک زنی ها به خاطر همان پرتافت اسرائیل رحیموف بود. خب برمیگردیم ما با جریان این رقابت، جایی که ابراهیم المرادوف و محمد اودینایف با هم نیروسنجی میکنند در مرحله نیمه نهایی. نفر غالب به فینال میرود و برای نشانی طلا مبارزه میبرد. یادآور میشویم که برای تازه نهایی سیوم مکافات های پولی هم از جانب رهبریت جودوی کشور معین شده است که بهترین ها قدرشناسی می شوند و این هم برای ورزشکاران یک روحیه بلند می بخشد. کمفعالی به هر دو اینجا هر دو مجازات می شوند. و اکنون ابراهیم المرادوف روش را دیگرتر می کند.
ҳангоме ки беҳтаринҳо муайян мешаванд, баъдан қисми зиёди онҳо аллакай шомили дастаи мунтахаб ҳастанд ва аксарияти дигар имкон пайдо мекунанд ки ба якачини ҷудои кишвар шомил шаванд. барои ҳамин беҳтаринҳо инҷо ҳаракат кард иброҳим элмуродов ва имтиёзи ваззариро соҳиб шуд. албатта ҷавон аст ва имрӯз дар як ҳолати хуби варзишӣ ҳам қарор дорад иброҳим элмуродов ва метавонад ки барои натиҷаи арзанда дар қаҳрамонии тоҷикистон мубориза барад. ва бори дигар аз ҳамон равиши қаблӣ истифода мехост бикунад иброҳим элмуродов, аммо муваффақ шуда натавонист. одинаев хаста ҳам гардидааст. ва билохира тавонист иброҳим элмуродов то ба ҳариф бештар фишор орад, аммо то ба кунун муҳаммад одинаев истодагарӣ мекунад ба амалу ҳаракатҳое ки аз ҷониби иброҳим элмуродов нишон дода мешавад. пойзанӣ аз ҷониби одинаев. сонияҳои хеле ба шумор монданд барои ин рақобат ва бори дигар элмуродов талош кард 20 сонияи дигар барои анҷоми ин рақобат, аммо хастагӣ дар қиёфа дида мешуд. билохира бо 3 шидо аз майдон хориҷ карда шуд муҳаммад одинаев ва иброҳим элмуродов ба финал рафт. шояд ҳамон тахмине ки мо доштем дуруст ҳам барояд. иброҳим элмуродов ва мансур раҳмон дар финал бо ҳам вохӯранд. ин албатта аз эҳтимол дур нест, чаро ки ҳарду ҳам паҳлавони бо истеъдод ҳастанд, паҳлавони ҷавон ҳастанд ва таҷрибадидаи мусобиқаҳои беруна ҳастанд. аз ҳамин хотир мо бархурди ҳарду ин паҳлавонро дар финал бо эҳтимоли зиёд мебинем. хуб, суҳроб маҳмадиев дар экранҳои мо шумо аст. бо либосҳои сафед ва ин ҳам бошад мансур раҳмон ҷудогии кабуд ба бар кардааст, паҳлавони ҷавон. хуб, ҳамин тавр довари марказ паҳлавононро ба маркази майдон даъват кард. бо адои эҳтиром ба ҳамдигар рақобатро шурӯъ карданд. акнун мебинем ки суҳроб маҳмадиев бар муқобили мансур раҳмон чӣ гуна ҳунару малакаи худро нишон медиҳад. ҳаракатҳо аз ҷониби мансур раҳмон. ана ин ҳалуке ки аз даруни пой истифода кард мансур раҳмон хеле
مساعد هم بود ولی امتیاز نآورد برایش. از جهت سن سال و تجربه مسابقه های داخلی را اگر به نظر گیریم، سهراب محمدیوف از منصور رحمان بیشتر شرکت کرده است در مسابقه های داخلی، اما از سطح مسابقه های بین المللی منصور رحمان تجربه خوبتر دارد. حرکت های منصور مجازات می شود. سهراب محمدیوف و همانو حرکت ها از جانب هر دو هم به چشم برسند. سهراب محمدیوف اکنون از روی گلیم بر آمد. این را هم داور به نظر گرفت، بین او بد گرفت و شیدای دویم را محض به سهراب داد. اکنون برای منصور رحمان بهترین امکانیت به میان آمده است. ایپان اینجا داوری مرکز ایپان به او گذاری میکند و منصور رحمان امکان هم دارد که حریف را در زمین نگاه دارد، ولی قبل از آن داوری مرکز ایپان را به نفع منصور رحمان داد. خوب، بله ایپان است ولی داور میخواهد این حالت را یک بار دیگر از نظر گذراند تا کجا دقیق بود همین ایپان یا نه. همین حالت خوب، این حالت را البته تفتیش میکنند. بله ایپان است دوستان عزیز. منصور رحمان با ابراهیم المرادوف که پیشگویی میکردیم به فینال رفتن. باخری فینالی خیلی جالب خواهد بود. ابراهیم المرادوف و منصور رحمان، دو جوانی که الکی در وزن جمعی 100 کیلوگرم هنر شایسته دارند. فینالی خوب خواهد شد. چی را دیدیم، چی را خلاصه گیری کردیم و به کدام سمت کار را باید بیشتر جانا کنیم. فلسفه غنی جدا، هم احترام، هم خنده، هم گریه، هم تأسف های زیاد. میزراب کار را به این درجه برد و مدال از کف دستش افتید. باید تدبیرها را در سمت عملی کردن هر یک لحظه و فرصت های مناسبی وقتی اساسی ثمرناک استفاده کرد. به سگانه بهترین شامل می شد. الکی برنامه ریزی در سمت آماده سازی این چهره ها از جانب فدراسیون جودوی تاجیکستان کاملا باز هم بهتر می شد. رؤوف چی باید کرد پیش از آنه که این اندیشه ها را باز هم پشت سر گذاشتی؟ اولا برای مشخص ادامه دادن 45
5 ثانیه دیگر دستورات شما لازم بود. مزراب اشتباه کرد. با آنقدر متانت و افضلی و مهارت والایش پشت پرده باقی میماند. عیب گناه خود. خواست که وقت را کشال دهد. ما باید که به عرصه جهانی همه جهت آماده باشیم. این عرف و عادت‌های کهنه و قدیمه که در گوشین ملی هستند اینها را به جدا آمیخته نکنیم. پهلوانانی که حالا برای جایزه برنجی وزنیگران تلاش دارند بشیر را ما دیدیم در سبقت قبلیش که خیلی خوب هنرنمایی کرد، یک ناکامی داشت و سهراب در واخوری نیمه نهایی از منصور رحمان شکست خورد. پهلوان کبودپوش از شهر وحدت است. بشیر اصلا زاده ناحیه رشت یا تاجیک‌آباد اشتباه نکنم از منطقه رشت است. سهراب پشتناکی حرکتی را چون اینجا انجام داد که کامیاب نشد. بشیر فخرالدین پهلوانی که با لباس‌های سفید است در این مسابقات نمایندگی از شهر دوشنبه دارد. امید رحمانov داور از شهر کولاب است. الان به حیث مربی در کولاب شهر در مکتب ورزشی فعالیت میکند. سمیناری بازآموزی داوران. حالا امید به سهراب محمدیف آگاهی دویم را داد. بشیر فخرالدین فرصت دارد که باز هم توجه کند برای ادامه نیروسنجی، اما تا جای ما میدانیم سهراب قوه‌اش و افضلی متانتش فرق کننده است. از چی باشد که در این روند سهراب حرکت هایی که بیشتر در گوشین ملی نشان میدهد در جدا آن را صرف نظر میکند. نادرست داشت، شیدا گرفت. 3 شیدا. پهلوانان ما از نازکی گوشین جدا چندان برخوردار نیستند، مخصوصا گران وزن هایی که در مسابقات کم شرکت میکنند. بشیر فخرالدین بختش آمد کرد، برنده مدال برنجی چمپیونات امساله گشت. براسی بسیار هم شهامت، زیبایی، تنتنه ایدی جدا تا 2 روز در این مجموعه قصری تنیس و مجموعه آبی ورزشی آبی معذرت بسیار هم شکوه خاصه داشت. سهیلی عزتов داوری درجه جمهوریوی، ما فرصت داریم که یک لحظه با آن چهره ها گلدختران عزیزان میدان امروزه، کودکانی که بسیار با هوس به این مجموعه با شکوه قصری تنیس تشریف آوردن و واقعا هم فضای تنتنه ایدی جدا است. برای دریافت اکنون جایزه های افتخاری باز
رهبران دیگر دعوت می‌گردند. سوالی انتظار است که جفت دیگر به میدان آید تا به آغاز مرحله نهایی وزن‌های امروزه اندک فرصت هست. در وزن جمعی 100 کیلو حالا علیف با آدینایف به میدان برآمدند. خرسندمراد علیف از ناحیه ورزاب است، پهلوانی که با لباس‌های سفید است. آدینایف این چهره از شهر دوشنبه محمد نام دارد. از گروهی بی رقابت ها رو شروع کرد. یک غلبه از بشیر فخرالدین در سبقت 4-1 نهایی شکست خورد، در یک دور آزاد بود و از میان 18 نفر مدعیان همچون فردی که خیلی هم هنرش فرق کننده بود برای مدال برنجی مبارزه میبرد. خرسندمراد هم در دیدار اول پهلوان سوخدی قطب‌الدینов را مغلوب کرد. در رقابت دوم هم امید کمالov را دچار شکست نمود. از منصور رحمان این چهره در سبقت 4-1 نهایی ناکام گردید. با همین ترتیب در واخوری تسلا بخش این چهره هم ظفر یافت و بعداً حق شرکت در این مرحله را پیدا کرد. محمد از میدان بیرون شد. خرسندمراد رجوع کرد برای ادامه سبقت که اشتباه نمود، از سری آستین حریف داشت که این در جدا مجازات است. آهسته به مرحله نهایی نزدیک می شویم. خرسندمراد فرصت دارد، محمد آدینایف نیز همچنین. هر دو در یک حالتند. کسی که قامتی راست و حرکتی باز هم سری وقتی را با سرعتر انجام دهد. برای انجام این خیلی قوه غنی لازم است. خرسندمراد اگر تمرین هایش موسمی نمی شدند خیلی امیدواری ها باز زیادتر می شد. و محمد آدینایف چندان ورزشگری نامور هم نیست بررسی در وزن جمعی 100 کیلو. چهره هایی که نو به میدان قدم نهادند به خرسندمراد به هر دو پهلوان برای سست گوشتین گرفتنشان شیدا داد. سرعت نیروسنجی را باید تیزانند. آیا میداند که کدام واسطه برای حالت به تخت پشت افتیدن ورزشگر مساعدت میکند؟ کدام عامل، کدام عنصر؟ محمد جوان
در مقاومت خورسند مراد علیوف که تجربهش از حسابی البته بیش بودن سین سالش کمی افضلتر است. حالا هم عاجز است محمد. روند کار را چگونه عملی سازد؟ نه، این ترس خیلی هم در جریان مبارزه پهلوانان باز فرصت های نگرانی را به میان می آورد. وزن خورسند مراد راستی زیادتر است. محمد اکنون دیگر جمعی 100 کیلو تفاوتی نیست که 50 کیلو زیادتر است یا 5 کیلو. گشتنی هر دو پهلوان بسیار سست جریان دارد. مخصوصا محمد که در این لحظه میتوانست که در ببینید فرصت برای حرکت های پرتری فراهم می شود، اما صرف نظر می گردد. محمد یگان رجوع ندارد برای خاتمه با براری کار در زمین. خورسند مراد نیز از قبیل همین هاست. چیزی که در حالت راست بودن به عمل آید همان تقدیر میدانداری را حل خواهد کرد. یا فرصتی تصادفانه که پهلوان البته به تخته پشت افتاد و امکانیت داشتن او را یکی از اینها پیدا سازند، این رو هم فکر میکنم در صورتی با وجود آمدن همین حالت شاید نتیجه تغییر یابد. دیگر در حالت پرتری راستی از این چهره ها من امید مظفریت رو نمیبینم. هرچی میشود کار در حالتی همان راست بودن سامان مییابد. هجوم های خورسند مراد اندکی بیشتر شدند. تشکر این از آن دلالت میکند که داور زود این رو باید پیخست کند و مجازات هم هست. شیدای دویم به پهلوانی کبود پوش محمد آدینه برای سوست گوشتین گرفتنش. خیلی هم خورسند مراد دو هجوم زیادتر کرد. این از آن دلالت میکند که خورسند مراد بله میخواهد اما از میدان اینجا چون از خط معین شده بیرون برآمدنش رو هم اینجا اشاره به نوار تکراری دارد که یک لحظه دیگر ببینید. محمد آدینه در این دور غلبه رو به دست آورد، جای سوم رو گرفت. خورسند مراد جای پنجم رو اشغال کرد. امید عبدالرحیمов مربی گوشتنی جودوی شهر کولوب داوری درجه جمهوریوی این مرحله را حکمی میکند. ابراهیم المرادوف، رحمان منصور، هر دو پهلوان در مرحله نهایی
وزن جمعی 100 کیلو قرار دارند. کارگردان هم پیدا کرد قبلهگاه منصور رحمانوف را و امروز هم در روند امان سلسله عنعنه های سنتی، احیای ورزش های سنتی واقعا هم در تمام منطقه های تاجیکستان و مخصوصا در ناحیه تیمورملی که امروز 3 نفر دستپرور مکتب ورزشی این ناحیه در مرحله نهایی قرار داشتند. یکی عبدالجلیل زاده که موفق شد، دوم علی مردانوف که در مرحله نهایی ناکام گردید و منصور رحمان هم سرچشمه موفقیت هایش از همین ناحیه منشأ میگیرد. اکنون بسیار لحظه مناسب بود، پرتاب اندک سوستر براه مانده شد. پشتناکی هوا دادن حرکتی که اکنون در رقابت اکثر پهلوانان ما برخی که موفق شدن از صورت افزاییشون در استفاده این اصول، اما اکثری دیگرشون هم این کار را منظور کردن، نشان دادن. المراد دوست ابراهیم با راهبری رزق‌الدین رجبوف مشق را ادامه می‌دهد. جایزه‌دار مقام دوم در قهرمانی آسیا از سال سپری گردیده، در سم با هم نتیجه های بهتر دارد. با پهلوان ازبکستانی چون نیروسنجی در مرحله نهایی که توسط تلویزیون ورزش مستقیما انعکاس گردید، بسیار هم عذاب و مشقت زیاد کشید، حتی آسیب هم دید در جریان نیروسنجی مرحله نهایی از پهلوان ازبکستانی که از خاطرها زدوده نمی شود. منصور رحمان مدال برنجی قهرمانی آسیا را دارد در میان نورسان. در میان جوانان تا کنون با آن موقع و مقامی که میخواهد نایل نگردید از حرکتش، انجامش باز هم به نتیجه. دو کوشش منصور رحمان توسط همان پرتافت پشناکی بود که کارش چندان آمد نکرد. با این چهره فاروق صابرов تمرین میدهد. حالا ابراهیم المرادوف اکنون حرکتی اندک بهتر خود را نشان داد. جوانان اندک جایی که باز هم ما قبلا چهره های اندک بزرگتر را میدیدیم، امروز باز هم جوانانی که سینشان از 21 تا 24 ساله را در بر میگیرد، امروز هم در مرحله نهایی آنها قرار داشتند. ابراهیم حرکتش خوب انجام نیافت، دوری جست، نزدیک شد، هراس پیدا کرد، دوری جست، پرتابش اندک دورتر از سبب نگاه نداشتن فاصله نتیجه بخش انجام نیافت. بسیار مناسب بود. این هم خاص به همان کاری همیشه خودی ابراهیم است. منصور رحمان باز همان حرکت پیشینه را نتوانست. 2-3 باره که این کار را خواست انجام دهد، فکر میکنم دیگر سمت را اختیار کند اولاتر است. از آنه که الکی المرادوف ابراهیم خود مشخص و احساسش عمیق است که عکس عمل را اینجا هم سر وقت انجام میدهد. دقیقه آخرین، اولین نیروسنجی که تا دقیقه آخرین نه امتیاز است و نه آگاهی. حالا این کشمکشی ها چندان مناسب نیستند.
برای اون مطلبی که منصور رحمان و همچنین ابراهیم المرادوف دارند. استفاده عمل از همان داشتن قپیدن سرچشمه میگیرد. باز هم منصور این کار رو دیگر بار سامان داد، اما ابراهیم اینجا میخواهد با حالت نگاه داشتن حریف. نه، این لحظه خوب و موافق هم نبود برای این کار. 16 ثانیه دیگر. منصور راستی کار رو بهتر شروع کرد. یک لحظه ای که باز هم ببینید نادرست ترجیح استفاده اصولی بوغی کردن. شیدو و پهلوان سفیدپوش ابراهیم المرادوف، این هم زاده خراسان است. المرادوف، اسرائیل رحیموف، فیروز ملیبوی زاده، امام علی نورالی و یک تن پهلوان وزن تا 73 کیلو که در مرحله نهایی بود منصور احمد. اینها همه از یک تالار کوچک خراسانند و بسیار باعث افتخار است راستی از یک دهات، از یک ناحیه تعداد اشتراکچیان مرحله نهایی زیاد می‌گردد. افتخار است. ناحیه تیمورملک و خراسان اکثر اشتراکچیان مرحله نهایی دست پروران مکتب ورزشی همین دو ناحیه اند. 3 نفرشان از تیمورملک، 2 نفر دیگر در مرحله نهایی از ناحیه خراسان. رقابت ادامه می‌یابد. در وقت اضافه برای امتیاز طلایی هر دو مبارزه میبرند. منصور رحمان کمربند را کن، باز همان کاری نه، پیشینه‌اش هم آمد نکرد که نکرد. اکنون با جزئیات دیگر اعتبار دهد اولاتر و افضلتر است. ابراهیم نمیگذارد که منصور رحمان آن ترتیب مشخصی کار خود را عملی سازد. البته این بر علا معلوم است. کار را در زمینه دیگر با این قدر فاصله دور باز ابراهیم میخواهد که از استفاده حلوک بیرونه ثمر آورد، نتیجه گیری کند. برای نزدیکتر شدن لازم، اگر کمربند را دارد جفت نزدیک می شود، کار خود را رها کرد. نهایت منصور رحمان کار را در همین زمینه سامان داد و ضربه ها گذاری شد که این امتیاز طلایی است. خان ناخوان همان اصول دوست داشته. سنجی و جریان قوازمایی مرحله نهایی خیلی پرشدت بود. منصور را تاکید کردند، ثانیه سنجش اشاره کرد که در هر حالت به همان اصول توجه نکن، کار را بیشتر برد و بعدا در نهایت اگر فرصت فراهم شود لحظه را دریافت. نهایتا هم در همین زمینه ثمر و نتیجه گیری کارش خیلی خوب و عالی و بهتر به مشاهده رسید و با دریافت مقام اول شرفیاب شد منصور رحمان. ابراهیم المرادوف که خیلی جوان جسور است جای دوم را اشغال کرد. بعد چند لحظه مراسم جایزه سپاری غالبان وزن جمعی 100 کیلو صورت خواهد گرفت.
بسزا که افتخارمندانه از این چهره ها هم باز یادآور شویم، آنها را به سفره ظفر دعوت سازیم و در باب فتوت و نیرومندی این چهره ها باز قصه کنیم. بشیر فخریدین به دریافت زینه سیوم مشرف گردید و آدینایف محمد، بله این چهره هم صاحب زینه سیوم افتخاری گردید. پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد زایر به غالبان مدال مکافات های پولی را تقدیم می نمایند. یادآور می شویم که به جایزه داران مدال برنجی 5000 سومانی تقدیم کرده می شود. این بسیار هم شرف و احترام بزرگ برای متانت و هنرنمایی ورزشگران است. و ابراهیم المرادوف و دریافت جای دوم شرف یاب گردید و همچنین صاحب 10,000 سومانی گردید. منصور رحمان پهلوانی که وصفش کردیم از ناحیه تیمورملک است، دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی جمهوری تاجیکستان، پهلوان ناموری که امروز خیلی متانت نشان داد و خیلی هم به عرش اعلا رشد جودوی نه تنها ناحیه و بلکه جمهوری را هم خواهد بود. و پدرش هم در حقیقت تمرین و بیشتر توجه و دستگیری و همان سلاله اجدادی برایش زمینه گذاشت که امروز این چهره روند مبارزه را تیزاند و در مرحله نهایی ظفر یابد و در سفره افتخاری اینجا هم حضور همه زحمت های خود را دیگر باره ببیند. پرتافت نهایی منصور رحمان نتیجه دلخواه به بار آورد و این چهره شرفیاب شد و حالا در سفره ظفر است. احسنش میگیم. دوباره درجه المپی رمزی شمه را به این چهره ها همچنین دیپلم و گلدسته ها را تقدیم کردند. دوستان عزیز، با همین سبقت ها، مراسم جایزه سپاری و تنتنه عید گشتین جودو که طی 2 روز در این مجموعه با شکوه پایتخت کشورمان جریان داشت به انجام میرسد. باوری داریم که از این چهره ها ما نتیجه های شایسته و کامیابی های پی در پی را در عرصه جهانی امیدوار شدنمان ممکن است، چون که امروز با زحمت و مهنت بیشتر آنها این گفته ها را ثابت کردند. با همین دوستان عزیز گزارش ما هم به انجام میرسد. امیدواری فردای پیروزی جودوی کشور را داریم. به شما سعادتمندی و کامگاری را همواره تمنا داریم. پیروز و سربلند باشید.